از چی میترسونه به اون حمله کنید، چون ترس انسان رو بدبخت میکنه. ترس از شکست میاد. اگر شکسته باشید ترس میاد؟ نمیاد. فرض کنید یه نفر محکوم به اعدامه، امروز آخرین روزشه که داره زندگی میکنه، فردا میخوان اعدام کنن. بهش میگن آقا تو سرطان داری. میترسه؟ میخواد بمیره دیگه، این ترس نداره که. من وضع مالی نسبتا خوبی داشتم. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد همه چی خورد به هم و واقعا دست به طلا میزدم کلوخ میشد. هیچ کاری نمیتونستم. 4 تا حرفه بلدم، 1 قرون پول نمیتونستم در بیارم. تمام راه ها رو محکم بسته بود. ساده ترین کارها رو نمیذاشت انجام بدم. بعد دخترم هم کوچیک بود، خیلی ترس از آینده اون داشتم. گفتم دیگه هر چی میخواد بشه. از نورا گذاشتم، از آیندم گذاشتم، از همه چی گذاشتم. گفتم هیچ، من تو رو میخوام. یهویی همه چی عوض شد. مثل این که خدا میگه که ببین اون جاهایی که تو ترس داری، من داری، فقط اونجا رو رها کردی، منو تو زندگیت میبینی.